بسم الله الرحمن الرحیم. او تانری نادیله. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 130 مهندسی جهل رو با تبرق کتاب دیگری به زبان ترکی قدیمی، تخصصی، علمی، حالا ببینیم استاندارد هست یا نه، ولی به زبان ترکی رو آغاز میکنم. امیدوارم که در این مهندسی جهلی که در اطراف ما در 250 سال گذشته ساخته اند و اساتید دانشگاه و روحانیون و معلم ها و سیاستمداران و حقوقدانان و اینها در هر روز در ضخیم‌تر کردن دیوارهای این زندان فکری، این زندان دید جهان جلوی چشمان ما رو میبنده، دارن تلاش میکنن. امیدوارم که بتونیم این رو باز بکنیم. من دیشب برای اولین بار یک ویدیو کوتاهی رو در تیک تاک دیدم در ترکیه. یک از این انسان هایی که فکر میکردم، دارم اعتراف میکنم که فکر میکردم جزو ماسون ها هستش و جزو عوامل غرب هست. دیروز یه حرف، حالا باشه یا نباشه در اون مهم نیست، ولی دیروز یه ویدئویی دیدم که خیلی خوب اون رو داشت توضیح میداد که چه شکلی مغز ما رو، یعنی مردمان که ترک رو شستن در 250 سال گذشته. ایشون با استناد به نقشه های 1430 میلادی نشون میداد که این منطقه‌ای که الان ما درش هستیم و ترکیه، ترکستان نامیده میشد و پادشاهان ترک در اون دوره ها، یعنی شاید 1970 باشه، یادم نیست، 1470 ببخشید، به جای 1430 فکر کنم گفتم، احتمالاً 1470 باشه. حالا اون تاریخش ویدیو رو گذاشتم، دوستانی که علاقه داشته باشن میتونن این ویدیو رو، من دانلود کردم اونجا آپلود کردم، دوستان میتونن در یوتیوب ببینن، احتمالا در تلگرام هم خواهم گذاشت که دوستان ببینن این رو. و ترکان عثمانی، زبان ترکی زبان رسمی و اداری دربار عثمانی بوده. مجلس هم وقت مجلس شورای اول و مجلس شورای دوم هم تشکیل میشه در دوره عثمانی، دوباره زبان رسمی زبان ترکی هستش. اینقدر یعنی در جلوی چشمان ما پرده گذاشتن. خب برگردیم سراغ زندان ساختن، زندانی که ما حتی خودمون رو و تاریخمون رو و زبانمون رو و اون چه میراث پدران ما بوده، پدران امپراتور ما بوده، که بر جهان مثل آمریکا که امروزه قلدری میکنه به همه میگه چی کار بکنید، ما این قدرت رو داشتیم، ولی الان خودمون رو بسیار حقیر میبینیم و فکر میکنیم که پدران ما آدمهای لایقیدی بودن که حالا دیگه از اینها بگذاریم. دیروز دیوان جلالی رو خوندیم، بیش از 2 ساعت من در این کتاب غرق شدم و لذت بردم. جدا میگم خیلی عالیان این کتاب‌های ترکی، بسیار بسیار عالی. امروز نصاب البلاغه هست، باز میکنم ببینم این کتاب چی هست. 94 صفحه هست، ببینیم که چی هست. اول یه نگاه کوتاه و مختصری به فیزیک کتاب، کاغذ کتاب بندازیم، ببینیم که اگر این کتاب رو ببینیم چه شکلی هست، بتونیم فرصت داشته باشیم این رو به دستمون بگیریم، ببینیم چه شکلی هست. نگاه کنید، یه کتابی که در دوره عثمانی نوشته شده، معلومه که در دربار نوشته نشده و با رنگ روی آب، نقاشی روی آب طراحی جلد رو طراحی کردن. پشت جلد نشون میده، شیرازی جلد نشون میده که این جلد پارچه هستش و
مقوا، جلد مقوا شد و قسمت حالا این قسمتش رو میبینیم که پارچه هست، احتمالا روی پارچه چسبونده شده این نقاشی. بعد بلا فاصله اون انسان بسیار خدا رحمتش بکنه، این از سید الحاج عبدالقادر معروف به امیر خواجه کمانکش اسکداری رو که این کتاب رو وقف کرده و به زبان چیز شروع میشه. صفحه بعد با بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین آغاز میشه و اسم کتاب رو اینجا بلاغه نیست، اسمش نصاب البلاغه هستش که این احتمالا منم همینو خوندم، نصاب البلاغه هست و از اینجا شروع میشه. بخشی از کتاب به رنگ قرمز نوشته میشه و از سه نقطه های شبیه ویرگول، یعنی سه تا ویرگول روی هم، نه روی هم، دو تا کنار هم یه دونه بالا استفاده میکنه برای جدا کردن، مثل ویرگول که امروزه استفاده میکنیم. حتی به عنوان ویرگول هم میبینم که یه دونه استفاده کرده. از رنگ قرمز و کلمات قرمز برای جدا کردن متن، پاراگراف ها و میان تیترها استفاده میکنه و همچنین از کشیدن خط مستقیم بر بالای جمله ها و کلمات اونها رو ممیز میکنه. کتاب با خط بسیار زیبایی نوشته شده برای انسانهای بی سوادی مثل من قابل خواندن باشه. چیزی که میبینم روی کلمات عربی صداگذاری کرده، متاسفانه روی کلمات ترکی صداگذاری نکرده. در نتیجه من این کتاب رو نمیتونم مثل اون چیزی که اون نوشته بود حتی از نظر ظاهری بخونم، چه برسه که از نظر معنایی که فقیرم. ظاهرا از صفحه احتمال میدم از صفحه 3-4 به بعد دیگه، از صفحه 4 به بعد، از چهارم، خود چهارم و بعد دیگه اون از علائم نقطه گذاری و ویرگول، یعنی ویرگول گذاری و خط کشیدن خبری نیست، ولی با فاصله ها اینجا از هم چیز میکنن. در این حال در اون صفحات کلمات یه مقداری، جمله ها نزدیکه، اینو بگیم جمله ها، سطرها به هم خیلی نزدیکه، کلمات خیلی نزدیکه، ولی در صفحه 4 به بعد، از صفحه 4 به بعد کلمات خیلی به هم نزدیکتر میشن، به خصوص از صفحه این، حالا نمیدونم صفحه چندم هستش دیگه، کلمات یه جوری من سیاه میبینم صفحه رو، یعنی سفیدی ها خیلی به چشم من نمیاد، نه اینکه نمیاد ولی خیلی نمیاد، برای اینکه این سیاهی کلن یه چنده. کتاب رو کادر بندی نکردن، در نتیجه این هم یه چیزی هستش. به جای استفاده از ویرگول و اینجور چیزا در این صفحات فاصله جمله ها رو یه مقدار زیاد گذاشته از هم، یا پاراگراف ها رو یه مقدار یا ابیات رو، بیت هایی که در اونجا آورده، اشعاری که در اونجا آورده، فاصله بین دو مصرع بیت رو از هم زیاد گذاشته که بگه که اینها شعرن، یا اینها جمله تمام میشه جمله دیگری شروع میشه. در نتیجه یک نوع آدم فکر میکنه که اینجا مثلا یه پارگی اتفاق افتاده باشه بین کلمات. به هر حال حالا اینجا یه جایی رسیدیم که من میبینم دوباره این صفحه، هر شماره صفحه رو ندارم، ولی میبینم که دوباره از خط قرمز و همون ویرگول ها برای نیم صفحه استفاده کرده و دوباره دیگه اینها رو نداریم. مهر واقف رو میبینیم در صفحه بعد، هم دوباره هر از گاهی میبینیم تکرار میشه، این شیوه هر از گاهی تکرار میشه و دوباره قطع میشه و بعضی جاها کل یک جمله مثلا یا پاراگراف رو قرمز نوشته، خط کشیده، این هم چیز هستش. اینجا میبینیم یه جایی رو خط کشیدن و سیاه کردن. حالا بریم صفحه، همینجوری یه مقدار با سرعت بریم. کتاب رو من الان دیگه توضیح نمیدم. در اطراف کتاب من حاشیه نویسی ندیدم، ظاهرا کتاب خیلی خواننده نداشته که بیان
بنویسن. ولی خب خط کتاب بسیار جالبه، خط جالبی هست، میشه خوند. به خصوص بعضی از صفحه ها، مثلا نگاه کنیم من این دو صفحه رو با هم مقایسه میکنم، خطوط با هم خیلی فرق دارن. احتمالا فرقش بیشتر مربوط به نوع قلم باشه، نوک قلم باشه، ولی نه، واقعیت اینه که خطها هم فرق دارن، نوع نوشتن. اینجا یک صفحه خالی هم میبینیم که در اینجا گذاشته شده، یک کتاب جدیدی شروع میشه، ولی چرا این کتاب رو تمام نکرده نمیدونم. یعنی اینجا یک صفحه سفید گذاشته شده بوده که این کتاب رو تموم بکنن، یعنی این بخش تا اینجا یک کتابی، یک جزوه ای تموم میشه. صفحه 36 کتاب هست، در حقیقت 72 دوم کتاب هست و صفحه دیگه اونجا رو ننوشتن. یا ببینید بازم میگم فرصت معمولا نمیدونم چرا این کتاب ها رو از حتی خام از دست انسان های ترک بیرون بردن. و اینجا یک کتاب دیگر یا یک جزوه دیگری شروع میشه که هم واقف مهرشو زده، هم اینجا یه علامت ضرب در قرمز گذاشتن و هم اینجا یک صفحه بعدش میبینم که یک چیز گذاشتن، حاشیه نویسی کردن. خط خیلی فرق کرد، خط اصلا به اون ربطی نداره به بالایی، نوع قلم هم ربطی نداره، کلمات خیلی تو دل هم رفته، فاصله بین سطرها خیلی کمه. این هم قابل خواندن هست با آنکه چیز هست اینقدر به هم نزدیک نوشته شده. در صفحه بعد میبینیم که بعضی از کلمه ها رو کش داده برای اینکه حالا یا متن‌ها رو از هم پاراگراف ها رو از هم جدا بکنه یا چی. مثلا ب رو خیلی طولانی به اندازه میشه گفت 3/5 نه بیشتر 9/10 سطر رو یه خط رو کشیده و اونجا ادامه رو نوشته تا بگه که این متن یا این پاراگراف جدایی از پاراگراف قبلی هستش. این هم نوع دیگری از قلم هستش که میبینیم حاشیه نویسی ها احتمالاً جزوی از متن هستن. احتمال میدم که حاشیه ها جزوی از متن باشن، چیزی نباشن که یکی خونده باشه این کتاب رو. در این حال که علائمی که اینجاها در حاشیه کتاب میبینیم، سیاهی که در اینجا میبینیم، این نشون میده که این کتاب هم خوانده شده، نه اینکه خوانده نشده ولی خیلی کم. ولی به هر حال اینجا تقریبا با حاشیه نویسی ها در هر صفحه‌ای مواجه هستیم. چیز جالبی هست و اینجا تمام میشه، یعنی صفحه آخر که میرسیم این کتاب دوم هم تمام میشه و خط صفحه آخر با خط صفحه ما قبل آخرش و سطر این دو صفحه با صفحه های قبلی از نظر قلم و از نظر خط فرق میکنه. حتی این این سه صفحه آخر با صفحه های قبلی از نظر نوک قلم، بزرگی و کوتاهی قلم، نوع قلم و خط خیلی متفاوت هستند. و همچنین در صفحات قبلی همین جزوه آخر دیدیم که پاراگراف ها رو وقتی از هم جدا میکرد خطی میکشید و انتهای اون رو یک کلمه دو کلمه به حالا مینوشت و پاراگراف رو از هم جدا میکرد. ولی در این سه صفحه آخر این رو هم نمیبینیم با یک خاص و به نظر من میاد که در این سه صفحه از دو نوع قلم و دو نوع نوشتار استفاده شده. خب این کتاب در اینجا تمام میشه و از جلد و پشت جلد کتاب در این جا خبری نیست. بریم کتاب رو بخونیم ببینیم که چی میشه. بو حقیر و فقیر و پردقصیر از سید الحاج عبدالقادر المعروف به امیر خواجه کمانکش الاسکداری بو کتاب مستطابی ملکمدن
اخراج دو اسکدارده واقع والده عتیق جامع شریفine şul şart ile vaqf eyledim ki talebe ulumiden her kime iktiza eder ise rahn goy veya khud kefili meyli ile verilip ta qiraati tamam olunca hifz edip nişan için kağızın bükmeye, cildin sökmeye, uşaq eline vermeye ve tebdil ve tağyir etmeye eğer şartların birinin xelafi zuhur ederse tezmin oluna. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه نظم کریمی فهو احسنه اسمه ببخشید نظم کریمی فهواسنجه اسم olmayalar یا اسم olmayalar. اینجا دیگه این متنی که برای شرط و شروطی که برای خواندن کتاب گذاشته رو نشان میده و خیلی به نظرم انسان بسیار عاقلی بوده که میدونسته کتاب رو میبرن ورق رو تا میکنن، نمیدونم روش یه چیزایی میریزن، اینا شرط گذاشته آقا این کتاب خیلی گران قیمته، کتاب ها خیلی گران قیمتن، اگه میخوای این رو بکنی یا خودت باید رهن قیمت کتاب رو بذاری یا یک نفری که کفیل تو باشه این رو بذاره و ببری بخونی. اگر تاش بکنی گوشه کتاب رو، اگر علامت بزنی، اگر چیزی بنویسی، نمیدونم اگر چیزی روش بریزی یا بدی دست بچه این جلدش و کاغذش رو یا چیزی رو پاره بکنه، خسارتش رو پرداخت میکنی. لذا انسان بسیار عاقلی بوده به نظرم. خب بریم اصل کتاب رو. حالا مهرش هم دیگه لازم نیست بخونیم چون همون اسم خودشه. بذارید ببینیم که من از این کتاب، بذارید ببینم الان چند دقیقه است که 17 دقیقه چقدر زیاد میشه این، هر چقدر من تلاش میکنم بازم نمیشه کوتاه بشه این. خب بریم متن کتاب رو بخونیم ببینیم که سوادمون میرسه یا هنوز خیلی جاهلیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. کتاب نصاب البلاغه. منشآت لامعی در بو کتاب مستطاب. منشآت لامعی در بو کتاب مستطاب. سر خطاسن عفو یرک والله اعلم بالصواب. سر خطاسن عفو یرک والله اعلم بالصواب. میگه که خطاها رو سر بدونید بکنید و عفو بکنید، یرک با عفو نگاه بکنید، والله اعلم بالصواب، خداوند عالم تره. این خیلی معلومه. میگه آقا من مطلقا نمیگم من راست میگم هرچی نوشتم درسته. برای همین در گذشته با شک به علم نگاه میکرده انسان ترک. من الان این رو مفهومش متفاوت. یعنی چی الله اعلم، الله اعلم بالصواب یعنی چی؟ این رو همین الان یهو به مغزم رسید، به فکرم رسید که این معنیش اینه که آقا من اون چیزی که میدونم الان با توجه به این شرایط زمان و مکان و تجربه و دانش و دسترسی هم به امکانات این کتاب رو نوشتم، ممکنه که غلط از آب در بیاد. الله اعلم بالصواب، خدا بهتر میدونه که حقیقت این چیزایی که ما نوشتیم و فکر کردیم درسته یه چیز دیگریه. الان ما این رو نداریم. الان انسان ها انگار که 100% مطمئنن که میدونن چی به چیه. دوباره بسم الله الرحمن الرحیم. سورت طغراست ز شاه عظیم. آیا منشی نظام الوجود بحر. احتمالاً سورت طغراست ز شاه عظیم.
این ایا منشی نظام الوجود بحر فی الکاف و نون. احتمالاً ایا منشی نظام الوجود یا همان یعنی منشأ دهنده، منشأ یعنی ایجاد کننده، انشا کننده، منشأ ایا منشأ نظام الوجود بحر، این بحر رو فی الکاف و نون با دو حرفی که قبلا صحبت کردیم خداوند در قرآن میگه که کن و کل عالم فیکون میشه. اینجا هم میگه که بحر الوجود، اینجا به دریا اشاره نمیکنه، اینجا بحر وجود هستش، وجود البحر، نظام الوجود البحر فی کاف و نون. در این حرف، دو حرف کاف و نون، بحر وجود خفته است. به حرمت نون و القلم، دوباره به قرآن اشاره میکنه، به حرمت نون و القلم. این نون چی میتونه باشه؟ و القلم و ما یسرون، این آیه رو کلن آورد، نون و القلم و ما یسرون. اولکی قلم ازلی، قلم ازلی و رقم لم یزلی بدله، بو مجرم و عاصی و مذنب و قاضینون، خودش هم احتمالاً قاسی ببخشید، قاسینون، قاصر، قاسینون، نامه ناسیه سنده، ناسیه پیشانی، نامه اعمال، نامه ناسیه سنده و جریده جهسنده، جریده جهسنده. این جهه نمیدونم چی میتونه باشه، حروف جهالت و خطوط زلالت. حالا اینجا زلالت دهان، زلالت، حالا وهان، این چی میتونه باشه؟ بذار ببینم، اینو نمیتونم بخونم، اگه بتونم اینو بزرگش بکنم. زلالتون، اوکی. ت رو جدای از واو و نون رو جدای از چیز نوشته، جدای از هم نوشته، در نتیجه یه مقدار در اونجا موندم. و خطوط زلالتون، سرنوشت دست قدرتیندر، سرنوشت دست قدرتیندر. یه کاغذ تراش، گنه کاغذ تراش فضل و رحمتون له و تیزاب عنایت بی علتون له. حالا اینجا یه آیه آورده، یه چیز عربی که بذار ببینم میتونم اینو بخونم، این آیه رو. نمیتونم این کلمه اول رو بخونم. الله من یشاء و ینبت، یمخلا، حالا چی، این نمیتونم بخونم. مقتضاسنجه، یعنی بر مقتضای این آیه که الله ما یشاء و ینبت، مقتضاسنجه سراسر یویب، سراسر یویب کون کبی، کون و کبی تابناک، کون کوکب، کون و کبی، سراسر یویب کون کبی تابناک ایلیه نظم. حالا یه شعر میاره، یه لام هم اینجا نوشته که به شول نظم رو حالا آورده، یه سه تا. حالا ویرگول ها رو تا اینجا نگفتم، از ویرگول خیلی خوب استفاده کرده با اینکه واو رو گذاشته ولی پشت واو، قبل از واو یه ویرگول هم گذاشته. مثلا دوباره اگه بخوام بخونم، ایا
منشئ نظام الوجود بحر ویرگول فی الکاف و نون 3 ویرگول برابر به حرمت نون و القلم و ما یسطرون ویرگول اول که قلم ازلی ویرگول و رقم لم یزلی بدله ویرگول بو مجرم و آسی ویرگول و مذنب و قاضی نون ویرگول نامه ناسیسنده ویرگول و جریده جهی جهسنده. این باید جریده جبهه باشه فکر کنم، ولی اینجا جهرسنده حالا نمیدونم یه چیزی. اینجا 3 ویرگول گذاشته بوده، حروف جهالت ویرگول و خطوط زلالتون سرنوشت دست قدرت کدره قدرتنده ویرگول قدرتندر ویرگول یه کاغذ تراش فضل و رحمتون ل ویرگول و تیزاب عنایت بی علتون ل اش ویرگول. حالا دیگه اینجوری اومده تا نظم رسیده. مهر و مهمله یا مهیله، مهر و مهیله دون و کون مهرلیب الادک. این دیگه تمام شد، اون حالت شعر هرچی بود تمام شد. ایلدک صفحه چرخی یدی نورانی ایلدک یا ایلدون، حالا این ممکنه باشه ایلدون صفحه چرخی یدی نورانی طبق. شعر اینجاست احتمالا، چون اندازه حروف تغییر کرده بود، قلم تغییر کرده، فکر کردم که شعر تموم شده. مهر و مهیله دون و کون و مهر لیوب ایلدون صفحه چرخی یدی نورانی طبق محو اثباتون ادب آیتنی ذرلر رقم مصحف رحمتون اتره محو مهر ایچی ورق سبحانک انی تبت الیک ولا اخسی ثناء علیک تعالی شأنک اما یقولو. حالا اینا دیگه آیات دیگه، روی آیات خط کشیده. سبحانک انی تبت الیک فکر کنم مال حضرت عیسی باشه، حضرت موسی باشه، نسبت به الله که میگه سبحانک انی تبت الیک ولا اخسی ثناء علیک. اینم یه آیه هستش، حالا یادم نمیاد این چی نسبت به چی بوده. تعالی شأنک این هم یه بخشی از آیه هست هر کدوم اینها. اما یقول ظالمون علوا کبیرا و به عزت و من آتینه به جوامع الکلمه و فصل الخطاب. این آیه نیست دیگه. و به عزت و من آتینه به جوامع الکلام و فصل الخطاب و شرفته به مواسب انواع الحکم و الاسرار. حالا دیگه اینجا صداگذاری نکرده، این عربی رو اون بالاها صداگذاری کرده بود، اینجا و شرفته به مواسب انواع الحکم و اسرار الکتاب مرنکم بو فقیر روسیا. اینجا شعر دوباره هست. ورنکم هر نکم بو فقیر روسیا شعر نیست. هر نکم بو فقیر روسیا و حقیر پرجناح کتاب اعمالنده و دفتر احوالنده ارقام جرم و اناد و احکام فسق و فساددن ثبت سجل المشتر. این ثبت رو صداگذاری کرده. سجل المشتر گیر و آب مکرمت، گیر و آب مکرمت. ببینیم این صفحه چی هست.
اول کتاب رو میخونیم ببینیم که موضوع چی هستش. حالا یکی دو صفحه رو بخونیم، یه مقدار هم با سرعت بخونم. معاب غفر کن له و انعام عام احسان بی امتصالون ان الله یغفر الذنوب جمیعا بشارتی مستغاثنجه. حالا مستغاثنجه احتمالا معناس، نه اینم نیست. بشارتی مستغاثنجه، غاسنجه رو میتونم بخونم ولی این مبناسنجه احتمالا باشه. بشارت مبناسنجه فکر میکنم باید این باشه. سراسر یویب گردون گبی پاک ایلیه. نظم دوباره. صفحه قبلی رو فکر میکنم که فکر کرده درست ننوشته، اومده فکر میکنم دوباره همون شعر رو. نور مهرن ل افو اونو کم دلی پرتا بولدی. نور مهرن ل افق کم دلی پرتا بولدی. پرتاب فکر کنم باشه یا یرتا بولدی. طلعنی شب صفتی کن بولر آثار فلق یویدر و روز و شب. یویدر روز شرف شوگنه شام و سحر. هر شام و سحر. بستن خونین اشک خونین اقدرسم اختمخ. اشک خونین اقدرسم نتکیم چشم شفق. شعر بوده، عبارت بود از 2 بیت ولی من اینو خوب نتونستم بخونم، معناشم نفهمیدم. نور مهرن ل افق کم دلی پرتاب اولدی. دلی هم میتونه بشه. نور مهرن ل افق کم دلی پرتاب اولدی. طلعتی شب صفتی کن بولر آثار فلق. بöydür روز شرف شوگنه هر شام و سحر. اشک خونین اقدرسم نتکیم چشم شفق. اللهم صل علی محمد سید الانبیاء و علی آله و اصحابه الاتقیاء یا اقیاء و سلم تسلیما کثیرا. بعضی از جاها رو دیگه نمیتونم بخونم چون بین اینکه آیا این قاف هستش یا ته هستش به مشکل میخورم. و اما بعد حالا کتاب رسید به اونجا که ببینیم این کتاب چی هست، ببینیم که کتاب چی هست و در مورد چی هست. این خیلی عالی خواهد. و اما بعد ایشبو نامه گفتاری که بی پریشان خاطر و اشفنه جنان و حامه کرداری که بی خسته درون و شکست زبان. المحتاج الى رحمت الله الملک الاعلا. اسم خودش محمود ابن عثمان ابن علی. من اینو محمود میخونم ولی یه نقطه اینجا زیرش هست. محمد بر ابن، ممکنه محمبر باشه. محمبر احتمالا این اسم میتونه این باشه. محمبر ابن. من محمد خوندم ولی اینجا یه بر حالت به اون چسبیده. محمبر اینجوری دیده میشه. محمبر ابن عثمان ابن علی اسمش اینه.
الشهیر به چی؟ اللامعی. این آدم در زمان خودش به لامعی مشهور بوده. حالا اگه بخوایم اینو در بیاریم که اسمش چی بوده، میتونیم این رو بنویسیم گوگل بکنیم در بیاریم که اسمش چی بوده، یا از حتی گوگل هم نتونیم میتونیم از احتمال میدم که نمیدونم همه کتاب ها در الان این AI ها هستش، AI ها دسترسی دارن یا نه. معمولا میگه که من به متن کتاب دسترسی ندارم. اینو من بارها تلاش کردم، میگه به متن کتاب دسترسی ندارم. به هر حال این من احتمال میدم این محمد ابن عثمان ابن علی باشه. هم محمد خودش اسم پدرش عثمانه، اسم جدش علی هست. خیلی جالب، اسم جالبیه. الشهیر باللامعی، اسمش لامعی. وفقه الله تعالی به حسن صداد و مزید رشاد. دیگه این عربی ها رو هم که نوشته اینجا صداگذاری نکرد. لما یحب و لیرضا فی القول و العمل و الاعتقاد و غفر الله له و لوالدیه و احسن علیهما و الیه. معمولا این مسلمون ها کار جالبی میکردن در گذشته. ما الان به قدری اتمیزه کردن ما رو از نظر اقتصادی از هم جدا کردن که ما وقتی میخوایم دعا بکنیم پدر و مادرمون رو دعا نمی کنیم و ازشون جدا میشیم به راحتی، فرار میکنیم. یعنی معمولا از فامیل ها فرار میکنیم. در اسلام این چیز رو نداشته، نمیذاشته. و الیه که عنفوان ایام جوانی در آن هنگام کامرانیده. این دریغان باشه احتمالاً، دریغان هنگام کامرانیده، حرارت عزیزی غریزی، آتش شوقله و رطوبت طبیعی، آب زوقله، ارتگاده آرتق ده احتمالاً باشه، آرتق ده و بادیه سعی و طلب ده، آب زوقله آرتق ده. البته ارتقا هم میتوشه خوند، ارتقاده. بله ارتقا بهتره. آب زوقله ارتقاده و بادی سعی و طلب ده کعبه مقصود چن شور و شغب. رو این شعف باید باشه ولی نیست، این چشم من به این عادت کرده. اینجا شور و شغب زیاده ایکن، انتصاب افاضل و اکتساب فضایل ادب نته روزگار فی اللیل و نهار، شیفته جمال کمال عرفانی و فریفته خط و خال کلام و معانی و بیان المشتی. حالا خودش در ایام جوانی عاشق شده که بره کتاب بخونه و اینها، رابطه با عرفان و اینها رو برگزار بکنه. نظم، دوباره نظم. حالا یه ل گذاشته، اونجا هم شول گذاشته بود، اینجا دیگه این شو رو هم نداره ولی یه ل گذاشته. نمیدونم این یه رمزیه احتمالا. زبانlık çağı پرو دلکش هوادر. زبانlık çağı bir دلکش هوادر، آن چون باقی پر برکت و نوادر. پس بو معنا فکر دوب حافظ. حالا یه شعر از حافظ میاره، نمیدونم ببینیم چی واقعا از حافظ هست یا چی. حالا این حافظ رو با رنگ قرمز نوشته، قبلش یه ویرگول بعدش هم 3 تا ویرگول گذاشته، یعنی که از اینجا به بعد شعر دیگه. پرسگان طریقت بنم جو تخدیرده. پرسگان طریقت بنم جو نخریده قبای اطلس آن کس که از سر آری است. حالا اینجا سز آری است.
نمیدونم نقطه ها اضافیه یا کم، اینجا نمیتونم اینها رو، احتمالاً فارسی باشه ولی چرا اینجا پرسگان طریقت بینم جو نخریده در گوای اطلس آن کس که از سز آریست یا از سر آریست، هر کجا استردم که چراغ ماهتاب. احتمال میدن ترکی باشه. گوای اطلس آن کس که از سز آریست یا غاریست، هر گجه استردم که چراغ ماهتاب جبی، بیر نو عروس بکر فکری کنار دب عیش شبگیری له هم خوابولم. حالا چقدر این میخواد بگه، میخواد دلم میخواست هر لحظه با یه فکری به ذهنم بیاد سلام علیکم اون رو چیز بکنم، باهاش حال بکنم، فکر بکنم، تفکر بکنم. خیلی با جمله عجیب میگه هر گجه استردم، هر شب میخواستم چه چراغ ماهتاب. ماه که در آسمان است مثل چراغه، اسمش هم ماهتاب، اون چراغ که اسمش ماهتابه که مثل اون در تاریکی میاد دیگه، اون تاریکی ما رو روشن میکنه. میگه که مثل اون گبی، مثل اون بیر نو عروس بکر فکری کنار دب. میگه یک نوع عروس فکر رو که تازه هم باشه، نوع عروس تازگی داره دیگه. میگه یک بیر نوع عروس بکر فکری کنار دب، اونو کنار بذارم، عیش شبگیر له، به عیش شبگیر که طول شب دوام داشته باشه، هم خوابولم، هم بستر بشم. خیلی زیبا. و هر روز دلردم چی، و هر روز آرزو میکردم، و هر روز دلردم که پیکر آفتاب جبی، بیر تابند جمال نازک خیالی لروزگار جتروب طالعه. بذارید ببینیم صفحه بعد چی میگه، اگه بتونم برم این صفحه بعد. پرتو نوریله پر تنوریله. پس حالا باید اینو کوچیکش بکنم که بتونم صفحه بالا رو بخونم و با هم این صفحه رو. میگه که و هر روز دلردم که پیکر آفتاب گبی، بیر تابند جمال نازک خیالی له روزگار جتروب طالع پرتنوری له کامیاب علم. فاصله یه به اندازه 4-5 کلمه‌ای که خودش می‌نویسه فاصله گذاشته. آخر دلم بارزوی خیشتن رسید، آخر دلم به آرزوی خیشتن رسید، آنچه از خدای خواسته بودم به من رسید. فلابد مناسبت اهالی کرام، فلابد مناسبت اهالی کرام و مصاحبت موالی عظام ادب که هر بری امام زمان و بو علی دوران دی. ببین امام زمان برای در زمان ترکی خیلی، در زبان شیعه خیلی معنای بدی پیدا کرده، ولی اینجا امام زمان هر شخصی که میتونه در اون زمان یک شخصیت بزرگی باشه که بتونه رهبری جامعه رو به عهده بگیره به نظر میاد که کاربردش هستش. هر بری امام زمان و بو علی سینا رو میگه و بو علی دوران دی و فراست العلماء، یا فکر میکنم باید فراست العلماء بخونیم اما من فراست رو میدونم با سات نوشته میشه، اینجا با سه هستش. مراست العلماء احتمالا میراث باشه، من فکر میکنم که از کلمه میراث بیاد. مراست العلماء و ورثت الانبیاء دن دلری مغتنم و ضیافت انعمت علیکم و فضلتکم علی العالمین برله
برله محرم علوب. بیرله یعنی با این بیرله محرم علوب، تابع دین و مطیع احکام یقین ادلر. آب حیوانی که اسکندر به تاریکی نیافت، در سواد دفتر ایشان منور یافتم. دوباره اینجا یک حالا فاصله بین این هاست، این نشون میده که مثلا شعر یا یک چیز یا آیه هست از این چیزا. چون که ابواب افاده گشاده و اسباب استفاده آماده ایدی، فلاجرم نظر اکسیر تأثیر لرندن و اثر ضمیر منیر خورشید نظر لرندن و وجود. خیلی زیبا. تقریبا من سعدی رو یه مقدار خونده بودم، بوستان رو فکر میکنم، البته هم بوستان هم گلستان رو مرحوم پدرم خدا بیامرز خدا رحمتش بکنه کتاب ها رو داشت. داستان این که پدر من فارسی میدونست این بود که وقتی بچه بودن اینها در دوران مرحوم پیشوری نهضت جنگل، در دوران نهضت جنگل که نهضت جنگل شکست میخوره، این آدم‌های اطراف اون جنگلی ها پا میشن میان فرار میکنن دیگه، پناهنده میشن هر جا که بتونن از تیررس دولت ایران دور بشن، پناهنده میشن به آذربایجان، به روستاهای آذربایجان. روستاها جای امنی بوده در گذشته، الان دیگه پر از جاسوس شده متاسفانه. روستاها هم همه بسیجی و از این حرفا شدن، به جاسوس تبدیل شدن. در گذشته روستاها محل امن سیاستمداران بود که وقتی فرار میکردن میرفتن به روستا، پناهنده میشدن، اونجا زندگیشون تأمین میشد و امنیتشون هم تأمین میشد. یکی از اینها اگر اشتباه نکنم علی نامی پناهنده میشه به روستای ما و اونجا پیرهای روستا رو، ریش سفیدها رو جمع میکنه، میگه که آقا من سواد دارم، میخوام به بچه های شما سواد یاد بدم. خودشم اهل گیلان بوده، فارس بوده. میخوام به بچه های شما سواد یاد بدم، در مقابلش یه چیز از شما میخوام، هر هفته خونه یکی از شما میمانم، غذای 2 وعده غذا به من باید غذای گرم بدید و آب گرم بکنید که من خودم رو بشورم، غسل بکنم. ریش سفیدای روستا هم قبول میکنن، قرار میشه که به نوبت هر هفته تو خونه یکی از روستایی این بمونه و غذا بخوره و حمام بکنه، آب گرم براش درست بکنه، اون حمام بکنه و این اونجا میمونه. و در روستای ما همه آدم‌های مثلا 4 سال تا 40 سال رو هر روز به خط می‌کرده عجل النظام و به اینها آموزش، به نوعی آموزش نظامی میداده، اینها رو میفرسته برای قدم زدن و به اینها نوشتن و خواندن فارسی رو یاد داده. و در کتاب‌هایی که در اون زمان خریده و داده یا مجبور کرده که بخرن، گلستان بوده، قرآن بوده. بر اساس اینها در اونجا آموزش داده. در نتیجه پدر من مرحوم پدر من خط بسیار زیبایی داشت، خیلی خوب می نوشت و مثل همون استادش که آدم عصبانی بود و عصبانی بوده و مرحوم شاگردا رو میزده، پدر من هم شاگرداشو میزد. خب بگذاریم، امیدوارم که خدا رحمتش بکنه. اینجا میخواستم بگم که این متنی که دارم میخونم تقریبا خیلی شبیه اون
کتاب‌های گلستان و بوستان سعدی هستش. از نظر معنا و مضمون و از نظر نوع جمله بندی خیلی به هم شبیهن. حالا نمیدونم کدوم یکی اول نوشته کدوم یکی بعد نوشته و اینها رو نمیدونم. ضمیر منیر خورشید نظرلerinden vücudum bir cebin ve kalem خرجین اخلاص جهد و جد و جهد خلاصنده ذره خاص ایلدم. حالا اینجا من در خاص ایلدم میتونه بهتر باشه ولی یه نقطه گذاشته بالاش. که ترقل اغلائه که ترقل اغلائه به مجالست الازکیا. سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. فکر کنم دوباره این از گلستان باشه، گلستان سعدی باشه. والحاصل گاه انوار طالع دن باغ زمایری منور گلستان و گاه ازهار مطالع دن راغ سرایر مزتر بوستان مزتر یا مظهر، البته یه تشدید داره یا نقطه است نمیدونم، مظهر بوستان گلوب تلقی معارف حدسیله ملکه ترقی قوت قدسیه مبادی عالیه و معالی غالیه نظر بلدم. شکفته شد گل فرحت به بوستان امید. فکر کنم دوباره این تلاش کرده به همون سبک بنویسه یا معلومه که ایشون تحت تاثیر گلستان و بوستان بوده سعدی. شکفته شد گل فرحت حالا دیگه به بوستان امید. نشست باز مسرت به آشیان امید و گاه مفتاح معانی و بیان و مقالید بدیع تبیان بیرله فتح مفالق ابواب، مفالق جمع قفله، مفالق ابواب علوم و حل معاقد اسباب فهوم ایلیوب جواهر زواهر تضمین و تملیح له تملیح. این تضمین و تملیح دوستان جزو فنون نویسندگی و شعریه. تضمین و تملیح من نمیدونم معنیش چیه، میدونم که جزو، یعنی اگه به من بگی که تضمین یعنی چی و تملیح یعنی چی، یه گنگ یه چیزه اینجا دارم ولی خیلی تضمین دیروز خوندیم مثلا شعر رو میگه یه کلمه ای که قبلا تکرار شده رو اینجا ضمنشه، یعنی خودش نمیگه ولی شما میتونید بخونید. فکر میکنم مثل یه چنین چیزی هست. تملیح یه کلمه ای که شما میتونید 2 تا 3 تا معنی ازش در بیارید. فکر میکنم این باشه، نمیدونم. و غرر اقتباس تلمیحه، اینم دوباره همون تلمیح که اونجا گفته بود. و خزاین فنون تأکید و تأسیسه و دفینه ها و دفاین شجون ترسی و تحبینه، احتمالا حالا این چیه نمیدونم، تحبیبه هم میتونه باشه تحبیبه. و فرائد قلاید مستورات النفات، التفات میتونه باشه، التفات و الاستعارات. اینا دیگه همش مربوط به فن شعر و ادب و اینجور چیزا. که انهن الیاقوت و المرجان و هلل المحدرات کنایات اعتبارات قاصرات طرف لم یتمشهن انس قبلهم ولا جان مالک الدم.
حالا میگه یه افکار جدیدی، خلاصش اینه، خیلی سعدیوار گفته که آدم نمیتونه مفهوم رو بفهمه خیلی. خلاصش اینه که آقا خیلی دوست داشتم در جوانی که افکار جدیدی رو باهاش زندگی بکنم. خیلی ممنون دوست عزیز، خدا اموات شما رو هم بیامرزه. میگه بالاخره بعد از این 2 صفحه گفتش که بالاخره افکار جدیدی به ذهنم اومد که لا یتمشهن انس قبلهم ولا جان. حالا من یتمسهن بخونیم بهتره، یعنی لمس نکرده کسی، نه انسانی نه قبل از من، نه انسانی نه جنی اونها رو نشده، به اینها دست یافتم. دقیقه های معنایش در سواد حروف، دقیقه های معانیش در سواد حروف، چو در سیاهی شبی و احتمالا این باشه شب در سیاهی شب روشنی پروین است و مواقف عرفات معرفتنده روز و شب وقفلر ادب حزیز عقل حیولاییدن ذروه عقل مستفاده ترقیلر gösterip امور عامه کائنات و جواهر و اعراض ممکناته و گوف کلی و شعور جملی حاصل اتم. همون دوباره میگم تحت تاثیر گلستانه، مثل اون تلاش کرده این کتاب رو بنویسه. در نتیجه خب دیگه دوستانی که احتمالاً با گلستان آشنایی دارن دیگه میدونن چی میخوام بگم. صبح الاجابت من افق الدعاء طلع، یا نفس بشرا لما عملت قد و تعا. تفتیح اصول ده توضیح مقال و تلویح قیل و قال فی بیان حسب الحال علا ما هو مقتضى البال و الآمال الوردی و تکمیل فروع ده عنایه رب کریم برله هدایه صراط مستقیم میسر اول نهایه معمول و کفایه مسئول ایدی کمالین اردی و بو حالت مسرت گوانین برله روز و شب böyle سراینده ایدم چه میرسد در گوش موش از ملک قدسش 100 نوید. هر کرا از نور طالع نوربخت آید سعید و عقل کشاف که کشف معضلات بلاغته موشکاف در متشابه و محکم و نکات و حکم گرایندن علا وفاء اینجا وفاء نوشته یا علا وفاء طاقت البشریه حقایق و دقایق مطلع انوار الهی و منبع اسرار نامتناهی اولدی. دل مسرور و خاطر مجبور و ایما بو عطایه و مجبور دائما بو عطایه مغرور و بو معرور هم باشه نقطه نداره مغرور و بو نعماتله ممکور
کور اولوب دردی که الحمدلله حمدن، احتمالا دائما ابدا یا حمدن دائما ابدا از یسر مالم لعته احدا اوته از یسر مالم اوته احدا القصه. حالا ببینیم خلاصش کجا میرسه. و القصه و حالا دفرت یا و فرط مذاکره و محادثدن و کثرت مطالعه و مباحثدن، سمند منفسه کسل و توسن طبعه نکل، اردوچجه افسار تفکری و لجام تدبری، سر غم فرسایندن سر غم فرسایندن و شغال تزجری و اگال تنغری. حالا نگاه کنید دوستان، این کتاب از نظر ادبی گفتم تحت تأثیر سعدی نوشته شده، مشخصه، و اون دوستانی که فکر میکردن زبان ترکی چیزی برای عرضه نداره به تاریخ بشر، اگر سعدی چیزی برای عرضه به زبان فارسی داره، این انسانی که این کتاب رو نوشته هم که محمد ابن عثمان ابن علی هست یا محمد ابن عثمان ابن علی هست، این هم یک کتابی به زبان ترکی نوشته، تملیحش هم کرده، یعنی بعضا عربی به کار میبره، بعضا به فارسی به کار میبره، بعضا هم ترکی به کار میبره، تا سر غم فرسایندن و شغال تزجری و اگال تنغری، دست و پاییندن علوب، مطلق الانان صحرای استراحته و خلیع الغدار مرعای فراغته، سلوب bir لحظه خواب و آرام ادردم، وقتی کم اول خواب نوشینیدن بعد زمان خورشید و ارباش خورشید وارباش götürüp تردم یا götürüp تردم یعنی به دست آوردم و ایستادم. گاه مشاطه خامه مشکین اما میله، نامه کافوری جامنون کلکب چهرسین. حالا گلکب چهرسین گل نیستش، احتمالا گل باشه. خامنین گلکب چهرسین پرنقش و نگار ادردم، یعنی قطرات امام اقلامیدن هر بار مزارع اوراقه و مراتع اسباقه، درری ابدار و گوهر شاهوار نثار ادردم. احتمالا از اینجا به بعد شعره، احتمالا برای اینکه فاصله گذاشته. تو تردم اله جون کبی سترلاب، استرلاب همان سترلاب، یازاردم معرفت امرنده yüz باب، احکام منازل گمرده دقیقه، احکام منازل گمرده دقیقه و اوضاع بروج اسنا عدده رقیقه، فوت اتمیب سواقب آثار بسوط و سعود حسرتین یا حیرتین کن gibi bilmiştim و کواکب انظار نحوس و سعود و رجعتین دلایل عقلی لمبرهن قılmıştım. اگر احوال توالع در گر
اختلاف مطالع در اجر. اجر رأس ذنوبن تعاطی. حالا این دنبن رأس فکر کنم این ذنوب باید بخونیم تعاطی ده، وگر منطقه و معدلین ترافعی در مرتبه بدلهتا وارمشتی. بداهته احتمالا باشه، بداهته وارمشتی. هر شب به پیش چشم این لعبتان انوار، مانند شمع خانه کردندی عرض رخسار. و گاه عقل اهل ادیب و طبع غریب، محتاج نیمه طبیب olmasın için علمان علم الابدان ثم العلم الادیان. مقتضاسınca مطالعه کتب طب eylerdim şöyle ki beyan اسباب و علامات ده نبض موردن و şeriyan زنبوردن احکام söylerdim. قانون şefade hadis و tecrübe bir mertebeye iletmiştim ki به قوه صحابه درعشه آفتابه و خفقان قلب هوایه و استرخای اعصاب مایه علاج ادم و دیرا ادم علاج ادم و yaraydım. diye şeyden سبل و صدری. خود کلمات عربی و ترکی و فارسی خیلی سخته، کلمات خیلی سخت ادبی رو به کار میبره رنگین و زنگین بکنه. خیلی خیلی کتاب رنگین و سنگینیه. حالا تا اینجا مشخص شد این کتاب در مورد طب خواهد بود. کتاب ابوعلی سینا رو هم خوب خونده، فهمیده، حالا اونجا که فکر بوده این عملی کرده. سبل و صدری دایره حالا این چیه؟ دایره شبدن سبل و صدری و چشم کواکبدن رمد سحری و دماغ افلاکیدن سرسام و دواری و مزاج خاکیدن کرب و هزاری احتمالا باید اینو خونیم و هزاری خلاص ایلیم اعتقاد ادردم و دعوای ماهریت کرمیت şemairiyet birle böyle laf ederdim. Davi fazl eylesem her babiden olmaz acab. Kim sözüm fasl hükümet etmege satr ku şe'rimin hasiyeti emraze غمدن در نجات kim مقالات ده varmır نوع قانون شفا هرگاه که خواطر نمادن زر کامل عیار gibi bir معنی ناصره اخراج etsem göre dilde مسبوک و دار و زل به خیالده مسکوک ادب نثار محافل معارف. خب دیگه از اینجا بگذاریم. این کتاب خیلی کتاب سنگینیه، خواندنش به خاطر حرفش سخت نیست، به خاطر نوشتارش، قلمش، دست نوشته بودنش سخت نیست، به خاطر کلماتیه که من باهاش هیچ آشنایی ذهنی ندارم.
عربی، فارسی، ترکی، احتمالا از زبانهای دیگری هم آورده باشه. اینجا یک کتاب خلق کرده در مایه گلستان و بوستان، بیشتر در مایه بوستان سعدی. حالا من خیلی الان فکر کنم که بیش از 1 ساعت و 10 دقیقه است که داریم روی این کتاب کلنجار میریم. برم صفحه 50 PDF رو بخونم که میشه PDF اگه برم 50 که کتاب تمام میشه. بریم صفحه 25 PDF که میشه 50 چیز. یه مقدار هم از اینجا بخونیم. تمام شد؟ نه تمام نشده. خب اینجا صفحه 50 هست دیگه. ما اونقدری هم که اونجا میتونستیم بخونیم، اول کتاب بود، با کلمات سنگین و وزین میتونستیم آشنا بشیم. دیگه این همه صفحه، حدود 50 صفحه پریدیم دیگه. ذهن ما از اونجا چی شد؟ در اینجا با سختی هایی مواجه خواهیم شد که امیدوارم مدبر بر و مفسر سر، مدبر بر و مفسر سر در، اعلم و احکم در و مشار الیه هر وجه له، کمال اخلاص و مزید اختصاص له، لایق عنایت و همت و مستحق رأفت و شفقت در. حضرت کریم تمنا چه حاجت است، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. آن من سنت الکریم الرافعه لمن کان کریم. باقی شمس سعادت از برج سیادت، مر نفس طالع و لامع بالینی احتمالا باشه، بادیالینی و الیه المجار. حالا اینجا به قرمز نوشته، یه رنگ دیگری. یز قاضی اسکر شاه افندی حضرتلرینه بعض سعادت. حالا یز احتمالاً بنویس، یز قاضی اسکر شاه افندی حضرتلرینه بعض ساداتی چون gönderilen توقعنامه در. حالا اسم شاه رو نیاورده چی هستش، ولی گفته که یاز بنویس برای شاهی که اسگر، قاضی اسگر شاهی که اسگر هستش، سربازه و قاضی هستش. حالا این اسگریه هایی که در بغداد و اینها بوده در زمان اموی و به خصوص عباسی و بعد از اون، و امام حسن عسگری گفته میشه در دوره عباسیان، یعنی در عسگریه. عسگر یک کلمه ترکی هستش به معنی سرباز امروزی یا نظامی. چرا اسم اونها در اون زمان عسگریه بوده اگر ترک‌ها نقشی در قضیه نداشتن؟ حالا یه عده‌ای اومدن یه توقعنامه‌ای نوشتن و برای شاهی که عسگر بوده، نظامی بوده و زخمی هم شده بوده، قاضی شده بوده، برای اون یه نامه نوشتن که لا یزال او آستانه فلک مثالون کوکب اقبالی، شرف اوجنده و رخشان و درخشان و علا کل حال لول در که در دریا نوالون لحبه احلالی ترقی موجیله
جوشان و خروشان المقدن خالی علمیب ایاد خالصت الودادنی خورشید روشن نهاد که بی خرم و دلشاد و حساد ظلمت دلشاد و حسا و ظلمت مهادی برق آتش نواد که بی محترق الاکتباد علوب bunların دیده غم دیدسی غیظ و علمدن غمام خون افشان و آنların سینسی کینه فیض احسان و من اینو کینه خوندم ولی احتمالاً به غیر از اینم نمیشه خوند کینه فیض احسان و کرمدن متبع جواهر علی الشأن علا به رب السماوات العلا حامل حمایل و دعای عبودیت و ناقل محافل خدمت فخر المسادات و دخر اهل العبادات نصیب و شریف سید عبداللطیف دعا جینز اکتساب اقدار همت رجاسنه و اقتباس انوار امنیت التجاسنه خاک پای سعادتونزه مزار نیازمند فراز نیازمندی و آرزومندی برله منوجه حالا منجه علوب احتمالا متوجه علوب باید باشه متوجه علوب bu کمینه دیرینه مخلصون و ایش بو هواخانه بی اشتباه محتزنون آستانه مکرمت آشیاننیزه کمال اخلاصین و مزید اختصاصین علا وجه الیقین فهم ادب مراد ادندیکه ذره خاکساردن آفتاب عالم تابه چهره افتقار سرب و قطری بیمقداردن گلزم گردون جنابه جبهه احقار ادب عرب خاک مزلته که بقیهش هم نخونیم دیگه یه صفحه هم از اینجا خوندیم بریم ببینیم کتاب بعدی اول آخر این کتاب رو ببینیم چی هست و بعد بریم کتاب بعدی رو یه صفحه ازش بخونیم اول و آخرش رو دیگه تمام بکنیم چون خیلی کتاب داره تموم میشه اینجا ولی متاسفانه همونطور که میبینید ناقصه من فقط یه قدر کمی ازش میخونم اما آنلرون آغافلین در یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون و علی حقیقت المراتب نفوس الاخرت ده معلوم اولور نه آنکی دار دنیا ده آنلرون اقوالی و اطواریندن و احوال و کرداریندن مفهوم اولا bu dökülü vardır ki onların şer'i nebeviye ala vası'aha tuhafil khiyye ziyade hala riyade infiyaleri ve vardır her mertebeye vardır mertebeye mertebe yönünden ziyadedir. Dinilir ve onların güyud alayıkden kema tecerred üzere dürdari dünyada azadedir. Dünya ver alel husus onlar ki اولاد مستفادن و اصحاب صفادن
اولاد آباء ازامندن و اجداد کرامندن میراث یمیش اولا و روز و شب دیگه از اینجا به بعد ناقص مونده. کتاب یک صفحه سفید گذاشتم برای اینکه کتاب رو تموم بکنم، دیگه رفته دیگه. کتاب بعدی رو شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله لا یعرس یعدو لا یعدو ثناء بی حد الخالق لا یعد و ثناء بی حد الخالق کائنات و رازق موجودات جامد اولسون کی کافه جامد که چنین نمیشه که این چی میشه؟ جاب موجودات جاب اولسون کی کافه کائناتی نظام بدی ازره ابداع ایلدی و جواهر صلوات و ظواهر تحیات سید جلیل و رسول جمیل نذیر و شر و بشیر نذیر و بشیر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم وردی bir futuhlerine olsun purfutuh ve ruh purfutuhlerine olsun ki tariq hakka hadiler ve munadilerdir ve sevab ve rizvanullah aleyhim ecmain ba'duh. Bilelim ki ilm suluk gayet ره lazım ve mühim ilmidir. Aksar gaza ve nevab guza ve nevab birinden gafil olmağıyla حج و سجلات و نقل شهادت و وقفنامه شهاده و وقفنامه یازمقده کلی تعب و اسرت چکرلر خصوصا. حالا ایشون یه کتابی اینجا میخواد بنویسه در رابطه با اینکه چجوری وقفنامه و شهادتنامه بنویسیم، یعنی یه چیزی که خرید فروش میشه به خصوص در مورد زمین و خانه، اینها متنش چجوری باید نوشته بشید. برای این یک چیزی میذاره. حالا و این رو اینجا متوجه شدیم. برای این فصله هایی که الان اینجا میبینیم هر کدوم برای یه چیزی احتمالاً بوده. یعنی من حالا این که 2 صفحه اول رو نخونم، یه مقدار خوندیم. بریم اینجا مثلا ببینیم قصبه فلانیدن فلان یر فلان محل گزاده فزاده دور فزاده دور گبسی فلانه بنت فلان، احتمالا حبسی فلانه بنت فلان مواجهه سنده تقریر کلام ادب و دیدی که مزبور فلانون بیگ بین اقجه مهر موجل. حالا اینجا احتمالاً راستش بخواید من اینجا یه کلمه هست نمیتونم بخونم، بالا نخواستم به اون شکل بخونم، ولی قصبه فلانیدن فلان ابن فلان فلان ابن فلان محفل گزادر. حالا اینجا یه قهبسی میتونم بخونم، فلانه بنت فلان مواجهه سنده. دقیقا قهبسی هستش این، یعنی یه چیز دیگری نمیتونم بخونم.
الا اینکه این قاف رو محل گزادر نمیشه بهش چسبوند. گهبسی فلانه بنت فلان مواجه هستنده تقریر کلام دوب دیدی که مزبور فلانون بین اقچه مهر موجلدن و نفقه عدتدن و زوجه متعلق بنم ایله اولالان دعواسنده اولان دعواسنده بنیم ایله اولان دعواسنده فراغت ادب. حالا در هر موضوعی این بخش هایی که میبینیم هر کدوم تحریر کتاب صفحه بود، هر کدوم برای یک موضوعی یه متنی نوشته که آقا شما اگه با یکی دعواتون شد، با یکی ازدواج میخواید بکنید، مشکل زمین دارید و اینها، بیایید یک اصولی براتون بگم، بر اساس این بنویسید که از نظر قانون درست باشه، قابل استناد باشه تو محکمه عثمانیه. در نتیجه هر کدوم اینها که الان دارید میبینید، من یه ذره کوچیک بکنم که بخش ها رو ببینید، هر کدوم اینها برای یک دعوایی در نظر گرفته. دارالحربیده گپوب اسلام گلدیکلری صورتده. حالا اگه در وضعیت جنگی، دارالحرب یعنی در وضعیت جنگی، گپوب از اون مملکتشون جدا شدن، اسلام گلدیکلری مسلمون شدن، اومدن داخل ملت حضرت محمد و مسلمون شدن. صورت ده یه فلان بنت فلان ده و دعوای آتی ذکر و استشها و شرعی صدورنده سنره خصم جامد شرعه مواجه هستنده فلان ابن فلان ابن و فلان ابن فلان نام فلان. حالا یه مسلمانی اومده، یه تازه مسلمانی با مسلمان کهنه مسلمان، خب همه یه مدتی تازه مسلمانن دیگه، 1000 سال پیش شروع شد مسلمانی. حالا بعضیا دیر کهنه مسلمان هستن، بعضیا تازه مسلمان، بعضیا تازه مهاجرن، بعضیا کهنه مهاجرن. به هر حال بر این کتاب، این جزوه دوم در داخل این، حالا نه شمارش نکردم ببینم که چه تعداد کتاب رو قرارداد رو شامل میشه، براشون چیز نوشته، ولی خب به هر حال جزو اون بوده. این کتاب هم اینجا تموم بشه دیگه. حالا این صفحه آخرم میتونم بخونم، ولی ببینیم که این صفحه آخر یه مقدار خوندنش سخته. گروبن باش التما باسن و اگر همشکی ahval قوه sual buyurdilerse bence 100.000 iştiyakları ile 100.000 iştiyaklarıyla ve şerifleri nus ederler ve باقی فراغ. حالا دیگه نه تاریخی هم ننوشته، فقط یه 46 به علاوه 25 خط چیز 11 21 16 اینا چه چیزایی هستش دیگه من نمیدونم، تاریخی نتونستیم، ولی اسم نویسنده بخش اول رو متوجه شدیم. بخش اول رو محنبر ابن عثمان ابن علی یا محمد ابن عثمان ابن علی و تحت تأثیر بوستان سعدی نوشته کتاب رو. کتاب بسیار از نظر ادبی همسط بوستان سعدی در زبان فارسی هستش، یعنی احتمالاً تحت تأثیر و حتی کپی کاری کرده باشه، یعنی از نظر ادبی تنه به تنه اون کتاب زده. خیلی از نظر ادبی چیزه. حالا این کتاب رو باید گرفت به دست و کوبید سر امثال
تبایی ها، کسانی که زبان ترکی رو چیز میدن، گفت که آقا زبان فارسی بیاد حالا ببینیم چی کار میکنه. یعنی اینقدر قدرتمنده این کتاب. البته من کتاب‌های دیگری که خوندم نمیگم کمتر از اینه، ولی خب این حالا یه سبک خاصی که اون سعدی رحمه الله به کار برده، این در همون سبک نوشته، برای همین میخوام بگم مهمه. وگرنه کتابی که دیروز خوندیم و اشعاری که دیروز در اون کتاب دیوان نوایی احتمالاً بود اگر یادم باشه، دیوان جلالی دیروز خوندیم دیگه، اون به نظر من از نظر معنایی و اینکه با زندگی درگیر خیلی عمیق‌تر از این کتاب‌های فنی بسیار سخت خوندنش و درک معناییش که اصلا مشخص نیست چی میخواد بگه در نهایت. به هر حال روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. از الله بسیار بسیار سپاسگزارم که این فرصت رو به من داد و برای بار دیگر تونستم یک کتاب ترکی بسیار فنی، تخصصی، ادبی، بسیار زنگین و رنگین و سنگین آشنا بشم و دوستان هم امیدوارم که بتونن این فرصت رو داشته باشن که این کتاب رو ورق بزنن. روز و شبتون بخیر، با امید دیدار در روز دیگری که الله تعالی توفیق بده در خدمتتون، در خدمت خودم، در